سلام دوستان، من ریحانم. خوش اومدین به دومین قسمت از پادکست های 5 دقیقه تا بهتر شدن. همونطور که دنبال میکنید هفته قبل در مورد اینکه چرا اهداف کافی نیستند و باید روی سیستم ها کار کنیم صحبت کردیم، راجع به برنامه‌ریزی صحبت کردیم. اما امروز میخوایم 5 دقیقه وقت بذاریم برای 4 قانون ساده‌ای که جیمز کلیر برای ساخت عادت ها میگه و طوری توضیح میدم که بتونین از همین هفته شروع کنین. خب ما میخوایم یاد بگیریم که چجوری توی عادت هامون استمرار داشته باشیم، پشت کار داشته باشیم و عادت هامون رو برای 1 هفته 2 هفته ترک نکنیم. قانون اول واضح بودنه، یعنی نشونه شروع عادت رو واضح کنین. به جای میخوام کتاب بخونم بگین هر شب بعد از شام صفحه اول کتاب رو باز میکنم. یکی از ترفندها اینه که محیط رو طوری بچینین که یادآور باشه. مثلا کتاب رو کنار میز غذا، کنار تخت خوابتون یا روی میز اتاق بذارین که جلوی چشتون باشه. یعنی کتابی که جلوی چشتون باشه قطعا بیشتر یادآور میکنه که باید بخونیش تا اون کتابی که ته کشو زیر تختتونه. پس کاری که واضح باشه احتمال انجامش خیلی بیشتره. قانون دوم، جذابش کن. اگر کاری خوشایند نباشه سخت میشه ادامهش داد. پس عادتی رو که میخوای وارد زندگیت کنی رو با چیز خوشایندی ترکیبش کن. مثلا وقتی میخوای کتاب بخونی چای یا قهوه مخصوصت رو میل کن یا یه موزیک ملایم بذار. اینطوری مغزت هم میخواد که اون کار رو انجام بده. قانون سوم، سادهش کن. شروع رو خیلی کوچیک کن. به جای اینکه بگی هر روز 1 ساعت باید ورزش کنم، بگو که فقط 5 دقیقه چند تا حرکت ساده رو تمرین میکنم. وقتی ساده باشه مقاومت خودت هم خیلی کمتر و احتمال اینکه ادامه بدی بیشتر میشه. پس باید موضوع رو، عادت رو، کار رو برای خودمون خیلی ساده و کوچیکتر در نظر بگیریم. بر خودمون غول نسازیم از انجام یه عادت. هرچی با کوچیک کوچیک شروع کنیم خود به خود اون عادت رو خودمون خوشمون میاد و بزرگترش میکنیم. مدت زمان بیشتری رو باهاش سپری میکنیم. اما وقتی موقع شروع از همون اول بخوایم که از بزرگ شروع کنیم قطعا سنگ بزرگ علامت نزدنه. پس با کارهای کوچیک با مدت زمان کوتاه شروع میکنیم تا خود به خود به مدت زمان بلندتری برسیم. تکنیک معروف کتاب هم همینه. میگه عادتهای اتمی، یعنی با خیلی کوچیک شروع کنیم. خب همونطور که میدونیم اتم جزء کوچیکی از یک جسم بزرگه که با هم دیگه یک جسم بزرگ رو میسازن. پس وقتی که با چیزهای کوچیک شروع کنیم میتونیم به چیزهای بزرگتری برسیم. قانون 4 اینه که رضایت بخشش کن. بعد از انجام کار یک پاداش کوچیک بذار. نیاز نیستش که اون پاداش بزرگ باشه، فقط چیزی باشه که مغز رو تقویت کنه. مثلا تیک زدن یک چک لیست یا یک شیرینی کوچیک بعد از جلسه مطالعه. اگر از انجام عملی بلافاصله حس خوبی داشته باشی تکرارش هم برات راحت تر میشه. اگه بخوام یه مثال کوتاه راجع به کتاب خوندن به ترتیب قانون ها بزنم، اینطوری میشه که هر شب بعد شام با چای مورد علاقم فقط و فقط 5 دقیقه نه 1 ساعت میخونم و بعد توی چک لیستم تیک میزنم و حس پیشرفت رو میبینم. اگه این هفته این روش رو امتحان کنید قول میدم تفاوت رو احساس کنید. اگه یه کار انجام دادید زیر همین ویدیو بنویسید آزمایش کردم و یا تجربتون رو به اشتراک بذارید. خیلی خوشحال میشم که بدونم. اگر هم دوست دارید موضوع بعدی در مورد چطور عادت‌ها رو ردیابی کنیم یا همون هابیت استچینگ باشه حتما کامنت بذارید. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اگر این اپیزود رو دوست داشتید سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره. حتما این ویدیو رو با اون دوستت که میخوای تغییر کنه به اشتراک بذار. تا قسمت بعدی قدم‌های کوچیک رو خیلی جدی بگیر. میبینمتون، دوستتون دارم. خدا نگهدار.